شیوه بسیار مهمه دیگه در رعایت بهداشت نخ دندان کشیدن هستش. خب بهترین کار این هستش که ما بعد از هر وعده غذاییمون نخ دندان بکشیم. اما اگر اینطور انجام نمیدید حداقل هر شب یک بار قبل از مسواک نخ دندان بکشید. حالا با هم دیگه شیوه صحیح نخ دندان کشیدن رو هم انواع متفاوتی دارن. بعضیشون همین نخ دندون‌های متداول هستن، اما بعضی‌ها نخ دندون‌های تیرکمونی شکل هستن. اگر تا الان نخ دندون نکشیدین، دسته تیرکمونی شکل‌ها براتون راحت‌تر هستش. هر یه دونه‌اش رو در هر وعده استفاده می‌کنید. از پشت آخرین دندان یک سمت شروع می‌کنید، میایین تا اینجا و بعد از سمت مقابل شروع می‌کنید، برمیگردید سر جای اول. در مورد نخ‌های متداول اگر تعداد دندان‌هاتون کامل هستش، بین 50 تا 70 سانت نخ نیاز دارید. بنابراین میتونید اول نخ دندانتون رو جدا کنید. حالا مثلا من اینقدر جدا میکنم. ببینید اولا که باید فاصله دو انگشت ما بسیار کم باشه تا کنترل ما روی نخ زیاد باشه. چیزی که خیلی مهم هستش این هستش که ما اصلا هدفمون از نخ کشیدن در آوردن گوشت یا نون بین دندان‌ها یا غذاهایی که گیر کرده نیست، بلکه ما می‌خوایم بریم رسوباتی رو که روی کنارهای دیوارهای کناری دندون‌هامون هست اونها رو تمیز کنیم تا بیماری‌های لثه و یا پوسیدگی‌ها ایجاد نشن. بنابراین از پشت آخرین دندان که هیچ تماس دیگری نداره نخ وارد میشه، ببینید میره و به دیواره دندانی کشیده میشه. خب در مورد دندان‌هایی که تماس دارن، نخ باید خیلی آروم از تماس بین دندانی رد بشه. حالا این مدل من دندان‌ها به هم متصل هستن. چند بار روی این دیواره و چند بار روی دیواره مجاور کشیده میشه، یعنی شاید 7-8 بار لازم باشه این حرکت رفت و برگشتی انجام بشه تا کاملا رسوبات پاک بشن.